در کتاب سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ، سفرنامه اول مظفرالدین شاه به اهتمام آقای آیدین فرنگی و عباسقلی صادقی، صفحه 138 و 139، روز شنبه 11 صفر مظفرالدین شاه در ورشو بوده. اونجا صبحش به باغ بوتانیک میرن. میگه که اغلب گل‌های و درخت‌های این باغ رو دیده بودم مگر اونهایی که از چین و ژاپن اومده بود و از باغبون اونجا خواسته که براش تخم این گل‌ها رو بفرستن. در صفحه 139 میگه که از غرایبی که در این باغ دیدیم این است: درخت‌های گل رودندروم که موسیو سیمون هم در تبریز و هم در تهران در 2 سفر خودش به فرنگ برای ما آورده بود. موسیو سیمون باغبان باشی مظفرالدین شاه بوده. این خیلی نکته مهمیه که ما در خاطرات شفاهی بزرگانمون داریم که یک باغبان دیگری به اسم ژورژیک پترووا هم مظفرالدین شاه داشته. این موسیو سیمون باغبان باشی معمولی نبوده. یک کتاب سفرنامه از موسیو سیمون داریم به هندوستان. موسیو سیمون رو مظفرالدین شاه فرستاده هندوستان که بره از اونجا گیاه جمع کنه و میگه که رودندروم هایی که در ورشو دیدیم به ارتفاع 4 ذرع و کلفتی 2 بازو بودن، در حالی که اونایی که به ایران اومده بوده خیلی باریک و نازک بوده.